نبوت درباره یحیای تعمید دهنده. تسلی دهید قوم مرا، تسلی دهید میگوید خدای شما. سخنان دلپذیر به یروشلیم گوید و به وی اعلان نمایید که مهلت مبارزه وی پر شده است. گناهش پاداش یافته است، زیرا که وی برای همه خطاهایش از دست خداوند دوچندان جزا دیده است. آواز ندا می کند در بیابان راه برای خداوند تیار کنید، طریق برای خدای ما در صحرا هموار کنید. هر دره بلند و هر کوه و تپه پست خواهد شد و پرتگاه به دشت و سلسله کوهها به وادی تبدیل خواهد یافت و جلال خداوند ظاهر خواهد شد و هر جسم یک باره آن را خواهد دید، زیرا که دهان خداوند این را گفته است. درباره کبریای خدا و سستی انسان آواز میگوید اعلان نما، و گفتم چرا اعلان نمایم؟ هر جسم مثل علف است و تمام حسن آن مثل گل صحرا. علف خشک می شود، گل پژمرده می گردد وقتی که باد از جانب خداوند بر آن بوزد. به یقین قوم نیز علف هستند. علف خشک می شود، گل پژمرده می گردد، ولی کلام خدای ما تا ابد قایم خواهد بود. بر کوه بلند برآ ای مبشره سیان، آوازت را با تمام قوت بلند کن. ای مبشره یروشلیم، بلند کن نترس. و شهرهای یهودا بگوی اینک خدای شما، اینک خداوند خدا با قدرت می آید و بازوی او برای او حکمرانی می کند. اینک مکافات او با اوست و پاداش او پیش اوست. او مثل چوپان رمه خود را خواهد چرانید، برگان را با بازوی خود جمع کرده در آغوش خود خواهد گرفت. میشان شیرده را راهنمایی خواهد نمود.